سلام و درود. بهنام هستم با تحلیل طلا به دلار در خدمتونم. طبق روال همیشه ما از ماهیانه تحلیلمون رو انجام میدیم. همونجوری که میبینید مقاومتی که تو تحلیل قبلی طبیعتا وجود داره همچنان تو تایم فریم ماهانه پابرجاست، از این کانال زده بالا. ما اگر که بخوایم بگیم نیاز به یک پول بک داریم، پر بیراه نگفتیم، دوست داریم که بیاد یک بک اینجا بزنه و اگر میخواد ادامه بده که من تحلیلم بر این هستش که میخواد ادامه بده، با توجه به این جمع شدگی قیمت میتونه همچنان در تایم فریم ماهانه قیمت افزایشی باشه. ولی خب در تایم فریم ماهانه فعلا نشانه هایی از برگشت و پول بک رو نمیبینیم، فقط و فقط این پایین اومدن قیمت تا بریم تایم فریم های بعدی ببینیم چی خواهیم دید. تایم فریم هفتگی همونجوری که میبینیم یک کندل با شادوی بسیار بزرگ با فیتیلای خیلی بزرگ و ضعف بایرا اینجا مشاهده میشه. اگر تحلیل قبلی طلای من رو دیده باشید، دقیقا همین اتفاق هم اینجا افتاده بود، یعنی مشابه این فیتیله رو ما این کندل رو شبیه اینجا زده بودیم که اگر خاطرتون باشه گفتم اگر بخواد قیمت برگرده ما نیاز داریم قیمت طبق تحلیل پرایس اکشن بره بالا تا اگر بتونه این رو کاور کنه که خب قطعا میخواد ادامه بده قیمت رو به سمت بالا، و اگر نتونه کاور کنه میتونیم از این قسمت یک معامله سل در این تایم فریم بگیریم. الان هم دقیقا همین اتفاق داره اینجا میفته، قیمت داره میره بالا، نیاز داره که وقتی که زمانی که این شادو رو میزنه همیشه بازار تلاش میکنه که این شادو رو کاور کنه. اگر بتونه شادو رو کاور کنه قیمت دوباره ادامه، یعنی بالا بسته بشه در تایم فریم هفتگی، یعنی این هفته قیمت دوباره ادامه میده به سمت بالا. ولی اگر نتونه، یعنی پایین تر از این شادو قرار بگیره، ما میتونیم اینجا در این تایم فریم دوباره وارد معامله بشیم که من با توجه به کندل ماهانه که اینجا اتفاق افتاده فکر میکنم که این بک انجام بشه و پول بک بخواد اتفاق بیفته. در تایم فریم روزانه هم همونجوری که میبینید همین اتفاق افتاده. دوباره سله را کشیدم پایین و مقاومت کردم، ولی خب این قسمت پایین نتونستم کندلشون رو ببندن. الان ما تو این هفته یعنی و تو این روز تمام تمرکزمون رو میذاریم فعلا تو این کندل به سمت صعودی باشه امروز. یعنی اگر شما بخوای معامله صعودی باز کنیم میتونی با توجه به تایم فریم های پایین تر و اون رعایت اصول ورود به معامله رو و بعد از روزهای دیگه اگر ما دیدیم نشانه هایی از عدم توانایی بستن در بالای این شادو وجود داشت، میتونیم در این تایم فریم زیر این بخش، یعنی زیر این کندل وارد معامله بشیم تا این جمع شدگی قیمت تا ببینیم آیا به مقاومت ما میاد برسه یا از همینجا برمیگرده. اگر سوالی بود در قسمت کامنت را بپرسید. تا تحلیل دیگر شما رو به خدا میسپارم.